آقا خسته نباشه. اگه میخوای مسابقه بگیره امروز میتونه مسابقه کنه، اسمش احمده. بگیریم ازشون؟ بگیره دیگه. بله اوکی. خب یا بگیر دیگه. بریم اونجا وایسیم تا ازتون مسابقه بگیرم. بفرمایید ببینید اینجاست. بفرمایید. خوبه جان. بله خب. بریم بچه‌ها. بفرمایید. سلام. رضا دی بالاخره تلویزیون نشون داد. دی. آقا آروم باش. چیکار داری می‌کنی؟ یک رفیق دارم رضا. باش. بذار آخر برنامه باش سلام علیکم. بریم دوباره. بفرمایید. سلام. رضا نگاه کن. ول کن رضا رو دیگه. یک علامت نه کوچیک بابا بده. ولش کن رضا رو. بریم بچه‌ها. سلام. من داری چیکار می‌کنی؟ رضا اسپره رو رضا دارم میگم برنامه. آقا نمیگیریم خیلی اصلا. خوب یک رفیق دارم خیلی خوب بگیر. ول کنین رضا رو دیگه. چش. بریم بچه‌ها. سلام. با توجه به اینکه سن اعتیاد تو کشور ما اومده پایین، خب شما به عنوان یک فرد در اجتماع پیشنهادتون به پدر مادرها چیه که از این رفتار فرزنداشون جلوگیری کنن؟ فرد در اجتماع؟ بله اینکه یه آدم تو این محیط زندگی اجتماع چند نفر آدم. خب ببینه خب بعد پدر مادر خیلی حواسشون میشه، بعد با بیچه‌هاشون رفیق میشن، بعد این که نگذارن بیچه‌هاشون با هر شغال رفاقت کنن. رفیق شغال واقعا زندگی تو هم برزن. بله درست. میبینید همه افراد میگن از دوستی‌های ناباب جای آقا داریم مسابقه میگیریم. هر مشتری زیر تلفن همگانی یک آجر زر گذاشته.